این چت جی پی تیه. خب سلام، خوبی؟ فارسی با هم حرف بزن باشه؟ سلام، خوبی؟ بله حتما فارسی صحبت میکنیم. چطور میتونم کمکت کنم؟ میگم الان سال تازه نزدیک این فامیلامون میان، باشه من چجوری بگم نه یعنی؟ میتونی با مهربانی و صداقت بگی که الان شرایط خوبی نداری یا نیاز به استراحت داری. مثلا میتونی بگی که این روزها خسته ای و دوست داری وقت ببین بیشتری گوش برای بده گوش بده، باید فامیلای من نمیفهمن. بگیم مریض میان، چجوری بگیم نه نه. یعنی؟ میتونی بگی که الان احساس نمی کنی که آماده دیدار باشی و نیاز به استراحت داری. مثلا میتونی بگی الان واقعا خستم و نیاز دارم ها با استراحت این کنم. فامیلای من نمیفهمه اینا رو، بیخیال. تو مثل خارجی ها فکر میکنی فامیلای من مثل گواز میان تو خونه من نمیشه، بیخیال. درک میکنم که ممکنه سخت باشه. شاید بتونی بهشون بگی که این روزها کمی مشغول و خسته ای. برو بابا، گم شو برو.